شهد السيد جواد خلال عمره الطويل الذي امتد 91 عاماً أحداثاً كثيرة، بدأت من الثورة الدستورية واحتلال إيران من قبل الأجانب والمجاعة الكبرى واستبداد رضا شاه وحركة تأميم صناعة النفط، لتصل إلى نهضة الإمام الخميني وانتصار الثورة الإسلامية للشعب الإيراني. ويضاف إلى ذلك كله اعتقال أبنائه وسجنهم في عهد النظام البهلوي الدكتاتوري وتولي نجله رئاسة الجمهورية في ظل الجمهورية الإسلامية. لا شك في أن كل واحد من هذه الأحداث ترك أثره بقدر ما في حياة آية الله السيد جواد الخامنئي، لكنه في نهاية المطاف اختار لنفسه نهجاً شخصياً مستقلاً عن عواصف الأحداث، وهذا ما يجعل حكاية حياته جديرة بالإصغاء، فهي قصة مليئة بالمنعطفات والتقلبات ينبغي أن تبدأ من سيادة أسرته ونسبها العريق. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله حاج سید جواد ابن حاج سید حسین تبریزی ابن سید محمد تفرشی الاصل و خامنه‌ای الوطن که ایشون سرسلسله سادات حسینی خامنه‌ای ایشون هستند که از تفرش رفتن به خامنه و اونجا این نسل را به وجود آوردن. ابن محمد تقی ابن علی اکبر الحسینی التفرشی ابن فخرالدین ابن ظهیرالدین ابن روح الله ابن قطب الدین ابن جلال الدین ابن بایزید ابن میر سید بابا هاشم ابن حسن ابن حسین ابن محمود ابن نجم الدین ابن مجد الدین ابن فتح الله ابن روح الله ابن عبدالله ابن عبدالصمد ابن عبدالمجید ابن شریف الدین ابن عبدالفتاح ابن میر علی ثالث ابن میر علی ثانی ابن میر سید علی اول ابن سلطان العلماء سید احمد ابن میر محمد ابن الحسن ابن الحسین ابن الحسن الابتس ابن علی الاصغر ابن امام زین العابدین علیه السلام. این شجرنامه است که برای مرحوم حضرت آیت الله سید جواد خامنه‌ای ذکر شده و مورد تایید مرحوم استاد ما مرحوم آیت الله مرعشی نجفی قرار گرفته و مورد تایید مرحوم علامه طباطبایی قرار گرفته. عندما كان السيد جواد في 3 من عمر عاد والده آية الله السيد حسين الخامنئي إلى تبريز، وكان السيد حسين قد ذهب إلى النجف قبل 30 عاما، ثم قرر في سنة 1898 العودة إلى تبريز. ولهذا السبب شدد المرجع الكبير للشيعة آية الله العظمى الشربياني في رسالة إلى شيخ علماء تبريز على ضرورة إكرام السيد حسين والحفاظ على شأنه ومكانته. وكانت الرسالة التي كتبها آية الله الشربياني إلى الميرزا حسن المجتهد كافية لأن يسلم إمامة الجامع الكبير في تبريز إلى آية الله السيد حسين الخامنئي. ومنذ ذلك الوقت أصبح السيد حسين معروفاً بين الناس بلقب إمام الجماعة. مطلب دیگر راجع به مرحوم آیت الله سید حسین نوشته مرحوم شهاب بزرگ تهرانی در کتاب معروف طبقات اعلام الشیعه است. آیت الله شهاب بزرگ تهرانی راجع به سید حسین فرمودند: هو السید حسین ابن السید محمد الحسینی التفریشی الخامنئی التبریزی عالم کبیر و جامع بارع و کان مرئی الجانب معظما عند سائر الطبقات لصلاحه و تقواه و نزاهته و انزوائه. این هم فرمایش آقا بزرگ تهرانی که تأکید ویژه‌ای داشت به عالم کبیر، یعنی عالم بزرگ، و جامع بارع، عالم جامع و ذی فنون،
و متبحر. حينها كانت تبريز تعد العاصمة الثانية لإيران، وبسبب مجاورتها لمنطقة القوقاز والدولة العثمانية كانت تتأثر بالتحولات العالمية قبل سائر المدن الأخرى، ولهذا أصبحت واحدة من أهم المراكز التي انطلقت منها الحركة الدستورية. وكان السيد حسين قد عاد من النجف إلى تبريز خلال تلك السنوات المضطربة والحافلة بالأحداث. مرحوم سید حسین خامنه‌ای تو این شرایط در تبریز اقامه نماز جماعت میکنه، مردم به ایشون رجوع دارن و خب با این تحولات هم آشناست. به همین جهت وقتی مشروطه اوج میگیره، یکی از محافلی که مردم رو تشویق میکرد به حمایت از مشروطه و همراهی با مشروطه بیت مرحوم سید حسین خامنه‌ای بود و مسجد ایشونو و معروف بود به این. خب این جنبه به اصطلاح حمایت مرحوم سید حسین خامنه‌ای از مشروطه باعث شد که بعضی از مشروطه خواهان مطرح و پرشور به ایشون نزدیک بشن. از جمله مثلا مرحوم شیخ محمد خیابانی میاد و با این خانواده وصلت میکنه و مرحوم سید حسین خامنه‌ای دختر خودشون رو به ازدواج شیخ محمد خیابانی در میارن. یا اون اسماعیل نوبری نوه مرحوم سید حسین خامنه‌ای رو به اصطلاح به زوجیت میگیره و ضمن که یه پسری هم مرحوم سید حسین خامنه‌ای داره به نام سید محمد که معروف میشه به سید محمد پیغمبر. ایشون هم به شدت سیاسی طرفدار مشروطه است، با آخوند خراسانی مربوطه، با بعدها با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مربوطه، ظاهراً محرم اسرار مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بوده. در صورت این نشون میده که این خانواده یکی از ارکان مشروطه تبریزه. پدرم میگفتن باقرخان همون تو محله خیابان، همون تو کوچه قره‌باغی ها، خونش همونجا بود. اوائل کوچه یک درگاهی داشت، اونجا مینشست. مثل این داشای محله و این مثلا اینجوری بودن دیگه. آقا تیپاشون تیپ همین بزن بهادرها و داشای و دور برش هم بودن اینها. اون وقت میگفت وقتی من رد میشدم، بچه بوده پدرم، نوجوان بوده، میگفت احترام میکرد و میگفت پسر آقاسین. پدرشون فوت شده بوده. اون وقت پدرشون میگفت احترام میکرد و سلام میکرد و به نظرم میگفت بلند میشد و منم رد میشد. با پدر ایشون یعنی مرحوم حسین حسین یه ارتباط ارادتی داشتن، به خاطر همین که توی اون محله زندگی می‌کردن. ابتلي آية الله السيد جواد الخامنئي طوال حياته المديدة باختبارات قاسية مرارا، إذ فجع بوفاة والده وهو في 12 من عمره، ولما بلغ 20 من عمره توفيت والدته أيضا. لكنه في ذلك الوقت نفسه نال شيئا كان يعوضه عن جميع مصاعب الحياة حتى آخر عمره. ففي تلك المرحلة تذوق السيد جواد للمرة الأولى حلاوة زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وشعر على حد تعبيره بأن مدينة 8 الحجج أشبه بالجنة. تعبیرشون گفتم آدم مشهدی که دیدم اینجا بهشت. بعد خود ایشون میگفتن مشهد با اون کوچه های تنگ و مسقف، خیلی از کوچه های مشهد تا زمان جوانی ما مسقف بود، کوچه های مسقف. بله میگفتن اون رو با اینکه تبریز محله خیابان، اون بازار کذایی، اون کوچه های وسیع، اون خانه وسیعی که میگفتن ما در تبریز داشتیم، میگفتن اینو دیدم نه اینجا بهشته، اینجا باید بمونم. من میگفت همه اونو از چشمم افتاد، اینجا به نظرم جلوه کرد. بدأ آية الله السيد جواد الخامنئي دراسته في تبريز، وتمكن بالتزامن مع وفاة والدته تقريبا من إكمال دروس السطوح في تلك المدينة، وبعد ذلك توجه إلى مشهد المقدسة لمواصلة دراسته، وهناك نهل من أساتذة حوزة مشهد واستفاد من دروسهم 9 أعوام. وبرغم أن الحوزة العلمية في مشهد فضلاً عن أساتذتها كانت تعد فرصة ثمينة للسيد جواد، فإن كل من كان يطمح في ذلك الزمان إلى النهل من أعلى المراتب العلمية كان يتوجه إلى النجف،
وكذلك فعل السيد جواد. ففي خريف عام 1927 شد الرحال إلى النجف لينهل المعرفة من كبار أساتذة حوزتها، وليستفيد من مجاورة المرقد الطاهر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. ایشون از اساتید طراز اول نجف اشرف و اساتید طراز اول حوزه مشهد در زمان خودشون استفاده کردن. به اصطلاح درس دیده بود. یک تعبیری تو حوزه ها هست که میگن استاد دیده است. ایشون مدت 6 سال میرن نجف و از علمای بزرگ نجف در اون زمان کسب فیض میکنن، مثل میرزای ناینی و آقا ضیاءالدین عراقی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که این سه تا ارکان حوزه علمیه نجف بودن. در حوزه مشهد مقدس هم خدمت مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی که مثل هست به تقوا و معنویت و صدق و راستی درس خوندن، جد امام موسی صدر، و نزد آقا محمد آزاده پسر آخوند خراسانی که از مدرسین بزرگ اون دیار بوده و بعضی از بزرگان دیگه. یعنی در حوزه نجف اشرف و در حوزه مشهد مقدس نزد برترین اساتید و بزرگترین اساتید درس خوندن. هم درس‌هایشون هم زیاد بودن. کسانی که ایشون نام می‌بردن عمدتاً آقای میلانی بودن و آقای طباطبایی. ارتباط ما با علامه ارتباط مثلا یه شخصی با عموش، مثلا رفیق پدر بود دیگه، مثل عمو بود برای ما. ما دوستان و مراودین و محشورین مرحوم آیت الله حاج جواد خامنه‌ای رو که بررسی می‌کنیم، اونها هم از علمای طراز اولن و در هر جهت از بزرگانن. یکی از اونها مرحوم آیت الله میلانی است. یکی از این بزرگواران مرحوم آستعلی اکبر خویی، پدر بزرگوار آیت الله خویی است، آیت الله صاحب قاسم خویی. یکی از اونها علامه طباطبایی علی الله مقامه است، صاحب تفسیر المیزان، و مرحوم آسد احمد زنجانی، پدر آیت الله شبیری زنجانی. آقای طباطبایی هر سفر مشهد می آمد بدون اینکه منتظر بشه که پدرم بره دیدن ایشون، می آمد منزل ما، منزل پدر. در اون اوائل که ایشون سرحال بود آقای طباطبایی، یه بار می آمد اول ورودش دیدن، یه بارم وقتی میخواست بره می آمد. به نظرم هم این شوخی رو از خود ایشون شنیده باشم که گفت این دید ماست، اونم بازدید ماست، چون دید و بازدید از رسوم رایج و متداوله توی آقایون. ایشون می آمدن اونجا و میشستن صحبت میکردن، مانوس بودن. ایشون از پدر ما چند سالی سنن کوچیکتر بودن و از سابقه نجف و اینا ارتباطات دوستانه‌ای داشتن. خب ترک زبان هم بودن، اینم بی تأثیر نبود. عاد السيد جواد من النجف إلى مشهد نهاية عام 1931 وعاش 55 عاما أخرى بين الناس، وبقي في مشهد حتى آخر عمره. ومع ذلك لا يزال كثيرون يجهلون ما هي الثمار التي جناها من سنوات دراسته الطويلة في تبريز ومشهد والنجف. سابقا رسم بوده به جای این گواهی‌های دانشگاهی که امروز رسم است و در دانشگاه‌های غرب و شرق و همه جا هست، اساتید فن مراتب علمی شخصی رو می‌خواستن تایید کنن، به اون گفته میشد اجازه. اجازه هم چند نوع بود. اجازات آیت الله حاج جواد من نگاه کردم، دیدم هم اجازه اجتهاد هست، هم اجازه روایت هست با ذکر اجمالی مشایخ، هم اجازه امور حسبیه هست به وسعتها. یکی از این اجازات اجازه مرحوم آیت الله قروی نائینی است که معروف به میرزای نائینی، صاحب تنبیه الامه، که در سال 1150 قمری مرقوم فرمودند از نجف اشرف. آقای نائینی فرمودند فإن جناب العالم العامل و الفاضل الکامل عماد العلماء الاتقیاء و سناد الافاضل الازکیاء مروج الاحکام ثقة الاسلام السید جواد الخامنه‌ای التبریزی دامت تأییداته ممن صرف فی طلب العلم والعمل به معظم عمره و اشتغل به شطرا من دهره معتکفا بجوار امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله الطاهرین و مستمدا من الجهابزة الاساطین
یعنی از اساتید بزرگ استمداد جسته و استفاده کرده در مباحث علمی. حتی بلغ رتبة سامیة من الاجتهاد، یعنی یه رتبه بالایی از اجتهاد رسیده، مجتهده، مقرونة بالصلاح و الرشاد، غیر از مقام علمی مقام عملیش هم دارای صلاح و رشاد. فله العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المتعارف بین المجتهدین العظام، یعنی میتونه عمل کنه به نظر خودش و از تقلید دیگه بی نیازه. این اجازه اجتهاد. از اینجا به بعد اجازه روایت میشه. و عجزت له ان یروی عنی جمیع ما صحت لی روایته من مصنفات اصحابنا الامامیه به عصرها و ما رووه عن غیرنا به طرقی المنتهیه الی ارباب الجوامع العظام. اجازه دیگر از مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازیه که پسر میرزای بزرگ شیرازی صاحب تحریم تنباکو فرمودند فإن جناب العالم الفاضل عالم العامل الفاضل الکامل الزکی المحذب النقی عماد الاعلام و ملاذ الاسلام از سید جواد تبریزی الخامنه‌ای دامت تأییداته. میدونید توی اجازات معمولی بود شخص اینجور تکیه نمی کنند. دامت تأییداته من العلماء العاملین و الفضلاء البارعین قد صرف عمره فی تحصیل العلوم الشرعیه و المعارف الدینیه علی ما هو علیه من مکارم الاخلاق و محاسن الخصال و الکمالات نفسانیه. اینا رو به خصوص این پسر میرزای شیرازی امزلی آقای شیرازی از اعاظم اون دوره بوده. اینا واقعا از حیث زهد و تقوا و بزرگی و بزرگواری اینجور نبوده قلمشون راجع به هر کسی هر چیزی رو بگه. ببینید تعبیر خیلی بلنده. یعنی یه اول عالم عامل فاضل کامل ذکی معذب تقی، دوباره میگه دامت تأییداته من العلماء العاملین و الفضلاء البارعین، سه باره میگه قد صرف عمره فی تحصیل العلوم، نه اونم فقه تنها، فی علوم شرعیه و المعارف دینیه، معارف هم اضافه کرده. اجازه دیگر اجازه آیت الله اصفهانی است، استاد ابوالحسن اصفهانی، که این اجازه هم اجازه اجتهاده و هم اجازه روایت. فرمودند فإن جناب العالم العامل و الفاضل الکامل الجلیل المحذب الزکی مروج الاحکام ثقة الاسلام از سید جواد تبریزی الخامنه‌ای دامت تأییداته قد صرف معظم عمره فی طلب العلم و العمل به و بذل جهده فی تحصیل العلوم الشرعیه و المعارف الدینیه و تنقیح مبادیه النظریه و تحریر المسائل الفقهیه و الاصولیه حتی بلغ بحمد الله سبحانه مرتبه الاجتهاد و الاستنباط فله العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النحو المتعارف بین المجتهدین الاعلام. اینو میگن اجازه اجتهاد. و عجزت له ان یروی عنی جمیع ما صحت لی روایته، اینم اجازه روایت از مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی. آقای آغازی‌های عراقی و از مراجع تقلید و جناب المستطاب العالم العلام مصباح عماد الاعلام المهذب الکامل الصفی التقی النقی ثقة الاسلام والمسلمین آقا سید جواد تبریزی ممن بذل جهده و جده فی تحصیل العلوم الشرعیه و المعارف الدینیه و تنقیح مبادیه النظریه و تحریر المسائل الفقهیه و الاصولیه. هم اجتهاده هم دنبالش که من نخوندم اجازه روایته و مهمتر از همه این که عرض کردم سن ایشون هنوز سن قبل از 40 سال بوده و این اعاظم هم اعاظمی بودن که اون روزا در حوزه نجف جزو طراز اول بودن. سابقا رسم بوده، حالا هم رسم اجازه‌ای که یه بزرگی به شخصیتی میده پیش عالم دیگری میبرن، معمولا اون عالم دیگه تأیید میکنه دیگه، اجازه مستقل نمی نویسه و تعبیر رایج و فنیش هم اینه، می نویسن صدر من اهله فی محله، یعنی همون کسی که اجازه رو داده اهل اجازه دادنه و این اجازه بجا و به محل هم هست. معمولا همین تعبیر رو می نویسن و اکتفا میکنن. ولی مرحوم آیت الله حائری، آش عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، زیر اجازه مرحوم ناینی
این عبارت رو نوشتن، یعنی بیشتر از اون صدر من اهله و وقع فی محله یه تفصیلی هم دادن. فرمودن صح ما رقمه دامت برکاته و هو صدر من اهله و وقع فی محله. این ادامه رو افزودن بهش و اسأل الله تعالی ان یجعله من اعلام الدین و یشید به شریعت سید المرسلین و یشید به عذر المسلمین و الملتمس من جنابه السامی ان لا ینسانی من صالح الدعوات. یعنی ازش خواهش میکنم که من رو از دعاهای خیرش فراموش نکنه، فی مزان الاجابات، وقتی که مزان اجابت دعاست، کما انی لا انساه ان شاء الله، همچنان که من فراموش نمیکنم. اینم این جمله هم اضافه کنم که پیداست اون 9 سالی کهشون در مشهد بوده خدمت آقازاده، حالا چه از ایشون اثری در این زمینه باشه یا نباشه، گم شده باشه یا هر چی، پیداست که اینجام خیلی خیلی تحصیلش عمیق بوده. یه اجازه دیگری هست از مرحوم آیت الله اسدالحسن اصفهانی که ذیل اون اجازه رو مرحوم آیت الله بروجردی، حاج آقا حسین بروجردی عالم بزرگ، ذیل اون اجازه فرمودن جناب مستطاب ایشان به طوری که مرقوم شده از جانب حقیر هم معزون هستند. اون اجازه فارسیه، آقای بروجردی هم فارسی ذیلش تایید کردند و به همون شکل اجازه دادن. علما بنا ندارن که مثلا برای کسی که یه تعریف بکنن یه تعریف سوری بکنن، با کسی شوخی ندارن، واقعا اون درک کردن مقام علمی ایشان را. نشأ السيد جواد في واحدة من أكثر العائلات السياسية حضوراً في تبريز، فإلى جانب والده كان شقيقه الأكبر محمد بيغمبر من الشخصيات المعروفة إلى جانب كبار قادة الحركة الدستورية في تبريز، كما أن الشيخ محمد خياباني الذي كان يعد من أشهر مناضلي النهضة وخطبائها كان زوج أخت السيد جواد. مرحوم سید حسین خامنه ای 1325 مرحوم میشن، یعنی ایشون اتفاقات بعد از 1325 که بسیار اتفاقات مهمیه، هم انحراف مشروطه، هم درگیری‌های مشروطه، بسته شدن مجلس، اتفاقاتی که در خود تبریز رخ میده که اتفاقات تلخیه واقعا، و اون دو دسته شدن مردم یا دو قطبی شدن تبریز و جامعه تبریزی، یعنی مردم تبریز، اینها اتفاقات تلخی بود که مرحوم سید حسین خامنه ای ندید. البته مرحوم سید جواد خامنه ای که ظاهراً حدود 11 سال داشتن تو این ایام و این اتفاقات، اینها رو میدیدن. به نظر من این اتفاق باعث میشه که ایشون هم مانند بسیاری از علمای شاخص در کشورمون یک مقدار موضع احتیاط در قبال اتفاقات و جریانات و تحولات و افراد اتخاذ بکنن. منتها بعد که انقلاب پیش آمد، یعنی مبارزات پیش آمد، حالا به خاطر یه مقدار تأثیر ماها، یه مقدار تأثیر جو عمومی روحانیون، ایشون هم جزو کسانی بودن که گرایش نشون دادن. اون اول مبارزات ایشون و آقای ملکی و مرحوم حاج غلام حسین یک تلگرافی هم نوشتن و امضا کردن و فرستادن در حمایت از آقای خمینی و از این مبارزه و اینها. یه وقتی هم ایشون به من میگفتن که اگر آقای خمینی خروج بکنه، همون اصطلاح خروج قدیمی، اگر آقای خمینی خروج کنه اول کسی که با او بیعت کنه منم. اینم ایشون میگفت. البته این رفاقت با امام از سابقشون با امام دوست بودن، دوست نزدیک بودن، این تأثیر داشت. امام رو ایشون دوست می‌داشتن. تظهر وثائق السافاك أن آية الله السيد جواد الخامنئي كان موضع مراقبة دائمة من قبل المجموعات التابعة لهذا الجهاز بسبب النشاطات السياسية لأبنائه. وتصف بعض تقارير عناصر السافاك آية الله السيد جواد الخامنئي بأنه من المؤيدين والمروجين للإمام الخميني، كما تظهر تقاريرهم أن مشاركته مع سائر العلماء في إيقاف صلوات
صلوات الجماعة ودروس الحوزة كانت تخضع لمراقبة دقيقة، وقد سجلت وثائق السافاك اسمه ضمن علماء الحوزات الذين لم يكونوا يحضرون أي مراسم رسمية أو حكومية. وبحسب رواية السافاك فإن تجاهله لجهاز الحكم البهلوي بلغ حد امتناعه طوال 5 سنوات عن استكمال استمارة بسيطة تتعلق ببياناته الشخصية. وفي إحدى النتائج التي توصل إليها أدرج السافاك اسم آية الله السيد جواد الخامنئي ضمن قائمة علماء الحوزات المعارضين للنظام البهلوی. از سال 45 تا 49 ساواک و شهربانی تمام تلاششون اینه که مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای رو بکشونن در شهربانی یا اداره ساواک خراسان. ایشون یه تعرفه ای رو پر بکنه، ایشون نمیره. 4 سال 5 سال ایشون اصلا مقاومت میکنه نمیره. تو یه جا یکی از مامورین شهربانی میاد دست ایشون هم میبوسه، میگه آقا تشریف بیارید شهربانی، اونجا یه فرم باید پر کنید. ایشون میگه مرا با شهربانی کاری نیست. ایشون با دستگاه سلطنت و حکومت و پهلوی و اینها خیلی بد بودن، خیلی. وجهش هم وجه دینی بود، هیچ جنبه سیاسی و اینها نداشت. اینا از نظر ایشون بیدین و فاسق و فاجر و ظالم و اینها بودن، ایشون بدشون میومد. این البته مال قبل از شروع مبارزات. بعد از شروع مبارزات خب همه چی عوض شد، اون یک داستان دیگری داره. خب به هر حال مبارزه جنبه‌های سلبی داره، جنبه‌های ایجابی. ایشون جنبه‌های سلبیشون کاملا سفت و سخت انجام میشد، یعنی اون چیزی که مربوط میشد به تایید اونها، روی خوش نشون دادن به اونها، پذیرفتن اونها، این چیزا مطلقاً توش تعارفشون نداشت اصلا از اول. یعنی زمان قبل از حتی شروع مبارزات ایشون اینجوری بودن، اصلا روحاً یه همچین حالتی داشت. یه جلسه‌ای منزل آقای قومی تشکیل شد و اونجا تصمیم گرفته شد که نمازها تعطیل بشه. اون جلسه علما بودن، همه علما بودن. موتور اون جلسه بنده و آقای طبسی و مرحوم هاشمی نژاد و مرحوم مجتهدی محمود مجتهدی و آقای مهامی و ما 3-4 تا جوونا بودیم، 4-5 تا جوونا که تو اون جلسه حرف میزدیم و پیشنهاد میکردیم و اونجا ما گفتیم که باید نمازها تعطیل بشه. چند تا تصمیم گرفتیم، یکیش تعطیل نمازها بود. من بعد از جلسه آمدم بیرون برای یه کاری، دیدم آقا داره میره نماز. گفتم آقا الان تصمیم گرفته شد که نمازها تعطیل بشه، شما هم نرید نماز. ایشون برگشت. فردا صبحش هم ایشون نماز نرفت. اینکه مردم تا دیروز میرفتن پشت سر امام جماعتشون نماز میخوندن، امام جماعتی که به زهد و تقوا شناخته شده بود، چهره مردمی، با حکومت هم ارتباط نداره. این آدم وقتی نمازش رو ترک میکنه و نماز جماعت برگزار نمیکنه، این خودش اصلا موضع سیاسیه. اینا مثلا فرض کنید ایام عید ولادت حضرت رضا، مثلا عید ولادت امام حسین، اینا جزو اوقاتی بود که آستان قدس اون وقت مجالس مفصلی درست میکردند، از علما دعوت میکردند و تقریبا هم همه میرفتن. هیچ وقت آقا تو این مجالس پا نگذاشت. یعنی یک بار حتی که شاید توی علمای مشهد 2-3 نفر اینجوری ما داشتیم که هرگز پا نگذاشته بودن تو مجالس اینا. ابوی ما در مورد انقلاب در ذات شون قبول داشت و منتها خب عوارضش رو مثل خیلیا که گاهی عوارض سخت اگه پیش می آمد، به خصوص برای ماها زندانینا رو خب یه خود سخت بهش میذاشت. البته سخت گذشت که تحمل کرد همه اینا روشون عملا. و من یک بار ندیدم که ایشون به من اعتراض کنه که چرا کاری کردی بری زندان. نه اصلا ایشان اون حالتهای عصبانیت که ناشی از ناراحتی حرکتهای ماها باشه، علت ناراحتیشون علتش ما باشیم نبوده. و بعدم پدر ما اومد ملاقات ما تهران، بعدم در طول دوران بعد از آزادی هم همینجور. اخوان هم هر کدومشون آزاد می شدن اصلا شماتتی بکنن خدایی نکرده، نستجیر بالله مطلقا
و خیلی هم با محبت بیشتری، علاقمندی بیشتری. كان كثيرون بمعزل عن الأصل والنسب العائلي والمراتب العلمية الرفيعة يعرفون آية الله السيد جواد الخامنئي بصلواته، تلك الصلوات التي استمرت أكثر من 50 عاما، حتى في الفترة التي كان فيها السيد جواد قد فقد بصره تقريبا. لم يترك سماحة السيد صلاة الجماعة إلا مرتين، الأولى احتجاجا على اعتقال الإمام الخمینی و الثانیة عند استشهاد السید مصطفى الخمینی. یادمه که در سفری که آمدم اینجا، سفر اول، یکی از دوستانی داشتم در مشهد که اهل صلاح بود، خیلی مرد با تقوا، با دین، از این ابابدوش هایی که اهل عبادت بود، سحرخیز بود، حرم ایشون دائم بود. من با ایشون رفیق بودم، بهش گفتم که نمازی که خواص در شرکت میکنند به من معرفی بکن. مثلا فرض کنید مثلا در قم، مثلا حضرت آیت الله بهجت، مثلا گفتم یکی رو در مشهد برام معرفی کنید که من این 2-3 هفته‌ای که مشهد هستم نماز ایشون شرکت کنم. ایشون 3 نفر را معرفی کرد. یکی از اون 3 نفری که معرفی کرد حضرت آیت الله حاصل جواد خامنه‌ای بود. مسجد صدیقیه تقریباً یه عده مأموم ثابت داشت. مأمومین اکثرا محلی‌ها بودن و مسجد هم شبستون هم پر میشد. تو بازار، اون بازاری که مسجد صدیقیه اونجا قرار داشت، خیلی هاشون با اینکه میدیدن نماز ایشون بسیار طولانی و با طمأنینه است و خسته کننده است، به خصوص در تابستان، به خصوص در ظهر تابستان، که یک از همون ترک‌ها وقتی که منم دم در مسجد واسطه بودم می‌خواستم برم تو یا بیام بیرون، یک از اون ترک‌ها با عجله آمد تو، به نام حسینیون، خدا رحمتشون، گفت بریم نماز آقا، انصافاً گرده شیر میخواد با آقا نماز خوندن. اینو با خودش گفت، آمد تو، خندم گرفت، گرده شیر میخواد. واقعاً مشکل بود خیلی. اینو که خیلی سختگیر بودند و به هر کسی اقتدا نمی‌کردند در نماز آیت الله جواد خامنه‌ای شرکت می‌کردند و بعضی هم سفارش می‌کردند شاگردان و دوستانشون رو به شرکت در نماز ایشون، مثل مرحوم آقای مجتهدی تهران. في عام 1942 تمكن مريدو السيد جواد أخيراً من إقناعه بشراء قطعة أرض وتأمين منزل له، وكان لديه آنذاك 6 أبناء، وقد بقي سماحة السيد في ذلك المنزل الصغير حتى آخر عمره طوال 42 عاماً، حتى حين أصبح أحد أبنائه رئيساً للجمهورية في إيران. ایشون یه مرد در حرکات و سکنات و اینها یک مرد آراسته‌ای بود. یعنی راه رفتن ایشون خیلی با متانت، خود ایشون شخصا آدم باوقار و با متانتی بود. یک حجب و حیای ویژه‌ای در خلق ایشون بود، یک عفت نفسی در ایشون وجود داشت که این در رفتارش هم خودشون نشون میداد. خب در اون دوره ایشون قباشون وصله‌دار بود، اما عباشون در زمستان عبای نائینی بود، تابستان عبای خاشیه دوش میکردن. یعنی ظواهر رو خیلی همچین با رعایت همون حفظ وجاهت و متانت و اینها، خیلی با مناعت، یه حالت اینجوری ایشون داشتن. هر روز ایشون مطالعه میکردن. گاهی علمیات فقهی و اصولی بود، اون که تمام میشد تفسیر، اون که مثلا احیانا به جایی میرسید تاریخ و هر اون چی که در دسترس ایشون باشه. من هیچ وقت وارد اتاق ایشون شدم ایشون بیکار یادم نمیاد نشسته باشم. یک کتابی همیشه جلوی ایشون بود. هیچ وقت ما خوابیدن آقا رو شب نمیدیدیم، به عکس اونی که ایشون از پدرشون نقل میکردن. ما هیچ وقت خوابیدن آقا رو یادمون نمیاد، همیشه آقا بیدار بود وقتی ما میخوابیدیم، کما که هر وقتم بیدار میشدیم آقا بیدار بود. یعنی ایشون شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه، اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم دور بغل چراغ میشستن. خیلی ایشون عاشق مطالعه و اینها بودن. یکی از محسنات ایشون این بود که ایشون مطالعه رو رها نکرده بود.
یعنی میدونید که توی فارغ التحصیل های حوزه دو دستن، یه عده هستن که چون فاصله میشه گاهی هم غفلت میشه به کارهای دیگه مشغول میشن، بعضیا خاص الخاص روی اون وامیستند، مطالعهشون رو ادامه میدن، اگه درس دارن درس میدن، اگه ندارن مطالعهشون رو دارن، مبانی همیشه حاضر دستشون، مبانی رو دارند. ایشون اینطور بود، به همین دلیل بدون اینکه ایشون تبلیغ بکنه باعث شده بود که علمای مشهد مقتنم میدونستن که با ایشون جلسه داشته باشن. من تعبیرات آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته رو عرض میکنم خدمتتون که حدود 11 سال پیش فرمودند و در سال 89 در جلد 3 این کتاب جوری از دریا منتشر شده و من از روی خود کتاب میخونم که عبارات کم و زیاد نشه. آصد جواد از اجله علمای مشهد و از اوتاد بود، هم ملا بود و هم بالاتر از علمش تقوای وی بود. باز راجع به ایشون فرمودن که آقای آصد جواد خیلی متقی و اهل عبادت و مواظب اعمال و در گفتار محتاط بود. مرحوم آقای حاسد جواد در مشهد منزل خیلی ساده و محقری داشت. من زیاد به منزل ایشان می رفتم. میتونستن خانه رو تغییر بدن، زندگی رو تغییر بدن. خب براشون اسباب فرزندانشون آمده بودن بالا. ایشون نه، هم با همون زندگی زاهدانه که داشتن، همون زندگی که 50 سال در مشهد، در نجف داشتن، با همون زندگی قناعت کردن و با عزت از این دنیا رفتن. این آدم میشنوه، فقط در عمل معلوم شد آدم یه کسی از بستگانش به مقامی برسه یه جوری بشه، ولی خب همه دیدن که جوری بود زندگی تا آخر همون جورو. خب زندگی صالحانه و زندگی زاهدانه و زندگی عمیق. و مادرم زن حقیقتاً پارسا و زاهدی بود. ایشون حالا با اون حالت قناعت و پارسایی که او داشته رفته بوده بیرون از خونه، چند تا وسیله خریده بوده، مثلا یه قابلمه روحی آلومینیومی، مثلا یه پرس کنید که تاوه مثلا روحی، چیزایی که تو خونه لازم داشتن اینا، یه 3-4 تا از این دست که حالا اون وقتا شاید قیمت همش مثلا 7-10 تومن بیشتر نمیشده. مثلا ایشون آورده بود خونه، آقا رسیده بوده دیده بوده، میگفت نگاه کرد آقا و گفت خانم جواب اینا رو پیش خدا خودت باید بدی، من به عهده خودت، من نمیدونم. یعنی اینجوری بود آقا. خیلی ایشون در امر زندگی واقعا آدم قانع، زاهد و هیچ اهل توسعه زندگی شخصی نبود. آصد جواد احتمالاً خب اگر 38 بوده اومده مشهد، 60 سال میشه تقریبا. 60 سال مردم با یکی زندگی کردن، هر روز دیدنش، آمده رفته، خرید کرده، چیزی نسیه گرفته، نقد گرفته، قرض گرفته، قرض نگرفته. اینا زندگی رو میدن، زندگی خیلی صالحانه است، زندگی خیلی، این زندگی تو مردم اثر داشت. آقای قاضی از جمله افرادی بود که آمد مشهد، آمدن دیدن پدرم و نشسته بودن، گفتن من 40 سال پیش با پدرم آمدم دیدن آقا. همین خونه بود، همین پله ها بود، همین اتاق بود و همین جا که آقا الان نشسته اینجا نشسته بود، اینجایی هم که من نشستم پدرم نشسته بود. این هیچ فرق نکرده. ایشون میخواست بگه که آقا زهد داره و اهل واقعش هم همین. حاج آقا اینا میخوان برن ازدمه دستان ببوسن اینا؟ میخوام اینه؟ بله؟ همین دست دعا کنم. چه؟ شما با دعا کنن حاج آقا، دعای شما بسیار و شما میخوان تبرک بجوین. امام صادق علیه السلام در این عبارت مختصر فرمودن کونو دعاتا الی الله به غیر السنتکم، یعنی مردم را به سوی خدا، به سوی دین، به سوی عقاید جذب کنید به غیر زبون هاتون. یعنی چه؟ یعنی با عمل خودتون، با رفتار خودتون. به تعبیر یکی از بزرگان
میفرمودن که مردم دین و اعتقاداتشون رو از استدلال و حرفهای ما نگرفتن، دین و اعتقاداتشون رو و تقیدشون رو از رفتار ما گرفتن و این رفتار ماست که تأثیر میذاره و این الگو رو آصف جواد خامنه‌ای، این جهت رو آصف جواد خامنه‌ای داشتن که رفتارشون بر دیانت مردم تأثیر میذاشت. كان بالإمكان رؤية السيد جواد كل صباح في مسجد جوهرشاد وإقامة الصلاة خلفه، كما كان يحضر صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد صديقيها، ثم لاحقا في مسجد الإمام الحسن عليه السلام. وإلى جانب ذلك كان يذهب مرتين يوميا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في الحرم الشريف. لقد كان حاضرا دائما في البرد والحر، في الشدائد وحتى في المرض، كما في السنوات التي فقد فيها بصره. وكان السيد جواد حاضرا بين الناس إلى درجة أن أي شخص في مشهد كان يستطيع أن يقتدي به في الصلاة أو يسأله الدعاء حين يزور الحرم من دون أن يعرف درجته العلمية أو من أي عائلة هو أو ما هي المناصب التي يتولاها أبناؤه. ولعل الذين كانت لديهم معرفة به أيضا لم يكونوا يعلمون أنه مع تلك المنزلة العلمية كان يضطر أحيانا إلى بيع كتبه لتأمين معيشته، ومع ذلك كانت بساطته في العيش واضحة من ذلك المنزل الصغير والحياة البسيطة التي عاشها بمستوى أكثر الناس بساطة في العيش. وكان كل ذلك مما يثير محبة الناس، حتى شيعوه في 6 من شهر تموز عام 1986 بهذا النحو. وكان هذا هو المشهد الأخير في حكاية الناس حول السيد جواد الخامنئي.